سلام، تو این ویدیو میخوام راجع به pH پوست صحبت کنم. این که وقتی که ما به دنیا میایم pH پوستمون چنده، چه علتهایی باعث میشه که pH پوست ما به مرور زمان تغییر کنه و چرا ما جوش میزنیم، چرا دچار آکنه میشه پوستمون، چرا خشکی میگیره. کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و اگر اطلاعات بیشتر بخواید میتونید پیج اینستاگرام ما رو هم دنبال کنید که روی ویدیو نوشته شده. بریم که با هم ببینیم. به صورت طبیعی وقتی که ما به دنیا میایم pH پوست ما روی 4.7 تا 5.7 طراحی شده. حالا این یعنی چه؟ بریم که روی بورد براتون کامل توضیح بدم. وقتی میگیم pH پوست روی 4.7 و 5 طراحی شده یعنی چی؟ یعنی اگر من یه خط رو اینطوری بکشم براتون، وسط این خط رو بذارم 7، pHی که نرمال هست، pHی که برای آب هست. به خاطر همین میگم بهترین شوینده‌ای که برای صورت میتونید استفاده کنید آب هستش. چرا؟ چون pHش نرمال هستش و در واقع خنثی هستش. پس عدد 7 در واقع یک عدد خنثی هست در پوست. اوکی؟ عدد 7 رو به سمت 14 و از این سمت به سمت 0 اگر هدایتش کنیم چه اتفاقی میفته روی پوست ما؟ وقتی که 7 میشه 6 5 4 3 2 1 توی این قسمت و توی این ناحیه ما میگیم پوست اسیدی شده. اول ویدیو بهتون گفتم که pH پوست بین 4.7 تا 5.7 هست. یعنی چی؟ یعنی پوست ما به صورت طبیعی بهتره که اسیدی باشه، که پوست نرمالی داشته باشیم، پوستی داشته باشیم که جوش نداشته باشه، آکنه نداشته باشه. و پس متوجه شدید 7 خنثی به سمت 0 میشه اسیدی. حالا 8 9 10 11 12 13 و 14 هر چقدر از 7 به سمت عدد 14 که میریم پوست ما دارای حالت قلیایی میشه. یعنی چی؟ یعنی مستعد بسیاری از بیماری ها میشه. اما چه اتفاقی میفته که پوست ما که حالت خنثی و اسیدی داره بیاد و به حالت قلیایی در بیاد؟ الان مهمترین چیزی که باید الان بهتون بگم اینه که اصلا کدوم قسمت‌هایی از بدن ما حالت در واقع اسیدی خودشون رو حفظ میکنن و کدوم قسمت‌های بدن ما حالت بازی رو دوست دارن حالت قلیایی داشته باشن. قسمت‌هایی که توی بدن ما هست مثل باسن، دستگاه تناسلی ما و زیر بغل، این قسمت‌ها دوست دارن که pHشون حالت اسیدی باشه. یعنی باسن و خود حالت جایگاه تناسلی و زیر بغل دوست داره که حالت اسیدی رو حفظ کنه. اما قسمت‌های دیگه بیشتر به سمت بازی شدن و به سمت قلیایی شدن میرن. چرا؟ چون در معرض هوا هستن. شما این نواحی رو همیشه با لباستون پوشوندین و در معرض هوا نیست. البته برای افرادی که حالا مثلا لباسایی که آسم رکابی تر هستش میپوشن میبینید که زیر بغلشون هم قطعا ممکنه دچار دوش، اگزما یا اینطور اتفاقات بشه. پوست به صورت طبیعی دوست داره حالت اسیدی خودش رو داشته باشه که توی این نواحی بیشترین حالت اسیدی رو بدن دوست داره نگه داره. اما قسمت‌های دیگه از بدن که دوست داره حالت اسیدی داشته باشه ولی حالت اسیدی خودش رو از دست میده و به حالت قلیایی بیشتر نزدیک میشه و دچار آسیب میشه، مثل صورت، مثل پشت دست، همیشه در معرض شستشو هست. پوست صورت همیشه در معرض استفاده از لوازم آرایش هست. حالا لوازم آرایش از آبرسان شروع میشه، کرم ضد آفتاب، کرم مرطوب کننده، کرم در واقع کرمی که کاور میکنه پوست رو، لوازم آرایشی که استفاده میشه روی هر نوع رژ گونه‌ای که میزنید میپوشونه دیگه پوست رو. تمام سوراخ‌هایی که توی سطح پوست داره رو، پوست سر تا سرش سوراخه، تمام این سوراخ‌ها با استفاده از لوازم آرایش با هر نوع و با هر برندی بسته میشه.
به خاطر همینه که پوست به مرور زمان حالت بازی و قلیایی میگیره که پوست مستعد این میشه که جوش بزنه، شبیه جوشی که من زدم. خب پوست من حالت قلیایی پیدا کرد، حالا به خاطر اینکه قطعا مراقبتم صحیح نبوده، چون چند شب پشت هم صورتمو با دستمال مرطوب تمیز کردم و نیومدم پوستم رو مثل حالت همیشگی بشورم و نرم کننده آبرسانم رو بزنم و بعد برم تو حالت استراحت پوستم که حالا بخوابم و این باعث شد که پوستم حالت قلیایی پیدا کنه و دچار جوش بشه. این رو پس تا اینجا فهمیدید که حالت اسیدی به چه شکله، حالت قلیایی به چه شکل هستش، چه قسمت‌های از بدن حالت اسیدی خودش رو حفظ می‌کنه و چه قسمت‌های حالت بازی خودش رو، یعنی حالت اسیدیش رو از دست میده به حالت بازی تبدیل میشه یا به حالت قلیایی تبدیل میشه. بهترین و راحت‌ترین حالتی که شما میتونید پوست اسیدی خودتون رو به حالت پوست قلیایی خودتون رو به حالت اسیدی برگردونید استفاده از آب تمیز، یا اگر پوست چربی دارید سرکه سیب پوستتون رو اسپری میکنید، یا اگر نه به چشتون اذیت میشه یا تو پینیتون اذیت میشید با تونر پوستتون رو میشورید و بعد سرکه سیب میزنید و بعد در نهایت یه آب خالی میزنید که اون حالت آکنه و جوش و اینهاتون از بین میره. پوست در حالت قلیایی به حالت اسیدی نزدیک میشه. این خیلی مهم هست که دوست داشتم بهتون بگم. و یه چیز دیگه که باید بهتون بگم اینه که ما تمام چیزهایی که روی پوست ما تاثیر میذارن برای اینکه حالت اسیدی و قلیایی پیدا کنیم به مرور زمان اتفاق میفته. خیلی از ماها زمانی که مثلا 15 16 تا 25 سالمونه پوستمون حالت نرمال داره. یعنی چی؟ یعنی خیلی ها وقتی حالا مثلا 30 سالشونه ازشون میپرسیم میگن که من پوستم وقتی که 20 سالم بود جوش نداشت، پوستم خیلی صاف بود، چربی زیادی نداشت یا خشکی براش ایجاد نمیشد و پوستم دچار خارش نبود یا حتی اصلا جوش هم نمیزد. ولی به مرور زمان حالت بیولوژیکی بدن به خاطر داروهایی که مصرف کرد، حالا به خاطر اگر خانم به خاطر بارداریش، به خاطر دوران قاعدگیش، به خاطر شوک ها و به خاطر عدم تعادل هورمون ها و خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که روی حالت قلیایی صورت یا پوست اثر میذاره، پوستش از حالت نرمال به حالت اسیدی به حالت قلیایی تبدیل شده. معذرت میخوام تمرکزم از دست داره. پس این خیلی مهم هست که شما بهش توجه کنید. ما برای اینکه پوستمون از حالت اسیدی به حالت قلیایی تبدیل نشه، بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که زمانی که میخوایم استراحت کنیم حتما پوستمون رو با تونر مخصوص پوست خودمون بشوریم. مثلا شخصی که پوست خشکی داره، یعنی پوست حالت اسیدی روی 4 و 7 5 و 7 نیست، پوستش از این حالت خارج شده، بهتره که از تونر مخصوص پوست خشک استفاده کنیم. چرا ما از این تونر استفاده می‌کنیم؟ چرا ما از آبرسان استفاده می‌کنیم؟ چرا ما از کرم‌های مراقبتی مخصوص پوست خشک استفاده می‌کنیم؟ برای اینکه ما همه تلاشمون رو می‌خوایم بکنیم که پوست رو بیاریم تو حالت اسیدی و نرمال خودش. وقتی که شما از این تونر استفاده می‌کنید به مرور می‌بینید که پوستتون از حالت خشکی داره به حالت نرمال تبدیل میشه. هنوز نرمال نشده. شاید اگر از تونر استفاده نکنید، از شوینده مناسب استفاده نکنید، پوستتون همون حالت خشکی خودش رو داشته باشه. بالعکس در پوست چرم، خیلی ها هم توی پوست چرم از تونرهای مخصوص پوست چرم استفاده. خیلی از یه چیز مهمی که باید بهتون بگم اینه که برای پوست چرم ما باید از اسپری هایی که مخصوص پوست چرم هست استفاده کنیم و مهمتر از همین که پوست چرم چون لایه سوراخ‌های پوستیش معمولا اون سبومی که زیر لایه هست که انشاءالله تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم، اون چربی چون خیلی فعال هست از سطح سوراخ‌های پوستی خیلی راحت سبومش رو اینجا من براتون میکشم. این چون لابل تمام این سوراخ‌های پوستی پر موه دیگه، چون این سبوم روی اونهایی که پوست چربی دارن زودتر فعال میشه، فعالیتش بیشتر هست، اونا سوراخ‌های پوستیشون خیلی راحت‌تر بسته میشه
و در واقع پوستشون دچار چربی میشه. پوست چرب یعنی پوستی که حالت قلیایی پیدا کرده. پوست چرب پوستی هستش که مستعد جوش و آکنه هستش و باید خیلی توجه کنیم که پوست چربمون رو بتونیم به حالت نرمال در واقع تبدیل کنیم. ما خیلی از وقتها پوستمون حالت اسیدی خودش رو داره، یعنی ما یه پوست نرمالی داریم، یعنی در میبینید مثلا شخص توی شمال زندگی میکنه پوستش نرماله، میاد به مرکز و میبینید پوستش دچار آکنه و قرمزی میشه یا دچار جوش میشه. مثلا همین مداد خودکار الان قلمی که من دارم روی صورتم میزنم در واقع آلوده هستش و وقتی روی پوست میزنم ممکنه برای فردا من یه جوشی رو، یعنی در واقع سلول های دفاعی یا ماکروفاژ ها که باز هم راجع بهش کامل توضیح میدم، ماکروفاژ ها میان فعال میشن و میان به خاطر اون ضربه‌ای که من ایجاد میکنم اینجا تجمع پیدا میکنن و در نهایت از تجمع زیاد از حدشون باعث میشه پوستمون جوش بزنه، چون یه چیز آلوده‌ای داره وارد بدن میشه. هرچند این شاید به صورت واقعی وارد بدن نشه ولی اون حالت هوشمندی مغز ما رو نشون میده. خیلی هم نه، اصلا پوستشون شاید الان بگید من نه پوستم رو با تونر مخصوصی میشورم، نه شامپوی خاصی به سرم میزنم، نه آبرسان خاصی مصرف میکنم، ولی پوستم اوکیه. خب به صورت ژنتیکی این پوست اوکی هست، به صورت بیولوژیکی دیگه تغییری نکرده. حالا پس متوجه شدیم که پوست اسیدی وقتی پوست نرمال وقتی وارد یه شهری میشه که پر از آلودگی هست یا حتی وارد فصلی میشه که فصل سردی هستش یا فصل گرمی هست، خیلی ها تو فصل زمستون جوش و آکنه میزنن، قارچ میگیرن، خیلی ها تو فصل تابستون. چرا؟ باز هم دارم میگم غددی که سبون هستن، چربی هستن، در فصل تابستان به خاطر عرقی که ما میکنیم باز هم تمام منافذ بسته میشه و پوستمون دچار جوش میشه. خیلی هم تو فصل زمستون اتفاق براشون میفته. چرا؟ چون فصل زمستون حالا الان که امکانات زیاد هستش ولی خیلی ها تو فصل زمستون مثلا وقتی موقع خوابشون میشه دوست ندارن صورتشون رو بشورن، دوست دارن فقط یه دستمال مرطوب بزنن و یا اصلا خیلی هم که با آرایش میخوابن، اصلا آرایششون رو پاک نمیکنن. اونها کم کم میبینیم به مرور زمان پوست رو اگر اینطوری من براتون بکشم، اگر این 3 تا لایه پوست باشه، وقتی که لایه اول هم خودش 5 تا قشر داره، وقتی که این 5 تا قشر داره فعالیت خودش رو انجام میده نیاز داره به این که pHش خنثی بشه، نیاز داره به این که از آب یا از تونر استفاده بکنید که این رو بتونید خنثی کنید. وقتی که شما پوستتون رو نمیشورید در واقع لایه شاخی که لایه اولیه پوست هست بهش کمکی نمیشه که بیاد سلول‌های مرده رو، سلول‌های شفاف و شاخی و مرده رو بیاد از سطح پوست خارج کنه که باز هم توی ویدیوهای بعدی قطعاً راجبش میگم که افراد جوان هر چند روز پوستشون بازسازی میشه، افراد مسن هر چند روز. پس اینجا آب خیلی کمک میکنه یا شستشو دهنده هایی که معقول هستن برای پوست شما خیلی بهتون کمک میکنه که پوستتون بازسازی خودش رو انجام بده. پس الان متوجه شدید که برای اینکه حالت اسیدی پوست خودمون رو، حالت طبیعی پوست خودمون رو حفظ کنیم نیاز داریم که به همه این عوامل توجه کنیم. عواملی که گفتم چی بود؟ به خاطر شغل شخص ممکن تو محیط آلوده باشه، ممکنه کار سختی داشته باشه، یعنی شبها مجبور باشه که بیدار باشه، پس پوست در پرسه استراحت خودش نیست. به لحاظ بیولوژیکی یعنی توی بدنش اتفاقاتی افتاده به خاطر داروها، به خاطر عدم تعادل هورمون‌ها، به خاطر تغییرات فصلی، تغییرات دمایی، تغییرات آب و هوا و همه کمک می‌کنه که پوست از حالت اسیدی به حالت قلیایی تبدیل بشه و تمام تلاش بدن بر این هست که پوست رو از حالت قلیایی به حالت اسیدی برسونه. پس خیلی نکته مهم هستش. ان شاءالله تو ویدیو بعدی بقیه اتفاقاتی که توی پوست میفته و حتی اینکه ریموورهای اسیدی
و ریموورهای بازی یا قلیایی به چه شکل کار میکنن، ریموورهای اسیدی قوی تر هستن یا ریموورهای قلیایی و عملکردشون چطور هست توی ویدیو بعدی توضیح میدم. لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید که اولین نفری باشید که ویدیو ما رو دنبال میکنید. آدرس اینستاگرام رو هم روی ویدیو نوشتم.